رحمت کند صاحبای کتاب و گاه یگان قصه هاشون میخوانیم از کتاب هاشون. یک جوانی بود میگوید در قد راه می آمد، در زیر بغلش یک شیشه عرقی داشت. ولی امروز مسلمان های ما در جیودان همان زیباگیش قرآن است، قرآن وجود ندارد، لیکن در جای قرآن عرقی که وی دوزخ میبرد، عرقی که خوردن او گناه است، عرقی که او را خدا امر کرده از خانه و از شکمتان دور کنید، وی برای زیباگی در خانهش برده گذاشته است. در زیر بغلش یک شیشه عرق می آمد. وقتی که رو بروی حضرت عمر آمد، این جوان پا و دستش شکست که عمر با او رو برو می شود. برادر عزیز گرامی، وقتی آمد دیگر شاید فشار خون این جوان غلط دیده بود، دیگر در چهره خون نمانده بود، لیکن بدل چی گفت؟ پروردگار را گفت اگر مرا از عمر خلاص گردانی، قسم به خدا که به این حرام کرده تو تا زمانی که حیات دارم نزدیک نمی شوم. خدایا مرا از این عمر خلاص گردان. وقتی نزدیک آمد، عمر گفت جوان عزیز زیر بغل چی داری؟ گفت زیر بغل همین شیشه عرق که در بغلش بود. گفت دیگر خودش را گم کرد. گفت سیرکا دارم، سیرکا هست. سیرکا را شما میدونید اکسوس میگیم، سیرکا هست. گفت حضرت عمر سخن این جوانه گوش انداخت. گفت از بغلت بیرون کن، گفت تا که من بینم. این جوان که از صدق توبه کرده بود و سوی پروردگار مراجعت کرد، از تحت دل که بود پروردگار او را الله که به سرکا مبدل گردانیده بود. وقتی برآورد، حضرت عمر دید نمودی ویا مزه او را که دید سرکا بود، پس در دست او تسلیمش کرد. صاحب کتاب به این مسئله و حکایه چی گفتنی بود؟ این بود که اگر انسان از صدق دل به سوی خدا توبه کند، الله گناهاش می بخشد، الله گناههای او را می بخشد. دوم این که یک انسان از هیبت عمر ترسید، خداوند به خاطر او سرکا را عرق به سرکا مبدل کرد، پس شخص از خدا ترسد دیگر چی جای وصف اوست. حضرت عمر شلاق بر پشت این زد، گفت کوچه جای جمع شدن شما نیست. گفت پراکنده شوید. گفت این مرد گفت عمر گفت امیر المؤمنین شما خطا کردید. گفت حضرت تواضع او آنقدر بلند بود که سخن همه را گوش میکرد، سخن همه را گوش میکرد، عادی بودند. وقتی گفت خطا کردی، حضرت عمر وجود لرزه گرفت. در حال قیامت و قبر به یاد حضرت عمر آمد. چیکار کرده باشم؟ جوان گفت ما مهمان هستیم، از راه دور آمدیم. این زنی که میبینی، این زن نکاحی من است، این زن حلالی من است، این زنی بیگانه نیست. لیکن ما در این شهر شما مسافریم، نمیدانیم که مسافرخانه شما در کجاست، نمیدانیم مهمان خانه شما در کجاست، نمیدانیم که جایی که ما استراحت کنیم در کجاست. همین خاطر ما با یکدیگر صحبت داریم که چیکار کنیم. وقتی این سخن حضرت عمر شنیدند، شلاقی که در دست داشتن امیر مؤمن ها، شما تصور کنید سردار مؤمن ها، شخصی که سخنش در امپیری فارس و در امپیری روم در تمام دنیا نفوذ میکرد، شلاق در دست همون مرد داد. گفت اگر تو همین شلاقی که در دست داری در پشت امیر مؤمن ها نزنی و قصاص خودت را نگیری، از پیش من تو سلامت نمی روی. ببینید ترس، ببینید تواضع حضرت عمر ببینید. جوان شلاق گرفتند و گفتند، امیر مؤمن ها گفتند من شما را بخشیدم. حضرت عمر دلش قرار نگرفت، باز دویم بار زن گفت قصاص تا بگیر. گفت
من تو را بخشیدم. سوم بار حضرت عمر پیشنهاد کرد بگیر قصاصت را، گفت من تو را بخشیدم. حضرت عمر شلاق از دست او گرفت، گفت خدا تو را در عوضی که مرا بخشیدی خدا تو را ببخشد. ببین این معامله را که میکنه، باور کنین عادی ترین انسان ما و شما این گونه معامله را نمیکنه. یک برادر ما و شما با یک برادر قهری است، میگوی رو از اون کس تو عذر خواهی کن، رو با او سلام کن. باور کن وسواس شیطان آنقدر فراش گرفته است که پیشی وی قدم نمیزنه. میگه من رو چرا من میروم؟ او کی از خودش؟ این جمله های هست که ماها را وسواس شیطان است نمیگذارد که پیش یک برادر مسلمان رفته و گردن خم کنیم و عذر از وی خواهیم. لیکن عمل حضرت عمر را ببینیم. ماها فخر داریم، ماها بسیار کبر بلند داریم. حضرت عمر رضی الله عنه تواضعهای ایشان بسیار خیلی زیاد است. من برای شما را باوری میکنم به خدا قسم. همین 10.5 سالی که حضرت کرسی خلافت زینت دادن، رئیس بودن، سردار حکومت بودن، اگر 10 جمعه فقط درباره تواضع حضرت عمر من برای شما صحبت کنم، صحبت ها باقی هست، صحبت ها یافت می شود. بیا میگذاریم به عدالت حضرت عمر. در زبان خرد و کلان ما و شما عمر عادل وجود دارد. همه ما و شما عمر عادل میگوییم. وای چه عدالت داشت و از کجا این عدالت برای خود سرچشمه اخذ کرد؟ از کجا؟ حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میگوید 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، امام عادل و شاب نشأ فی عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصداقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه متفق علیه. حدیثی هست که همه 3 روایتش میکنند. حبیب خدا میگوید ای بندگان خدا، بسیار با دقت باشین در این حدیث. بسیار حدیثی هست که شاید که شما کوشش کنین که از جمله این انسان ها باشین. پیغمبر خدا میفرماید کوشش کنین ای امتان اسلام، ای بندگان خدا کوشش کنین که از این 7 طایفه باشید. اگر کدام تو از جمله این 7 طایفه شدید، پروا نکنید، غمگین نباشید، دیگر هیچ پروایی نکنید که برای شما روز قیامت بهترین مکافات، بهترین مجازات انتظار است. از جمله 7 طایفه باشید. اگر شما از جمله 7 طایفه باشید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. رسول اکرم چی میگوید؟ اگر کسی از جمله این 7 طایفه باشد، روز قیامت پروردگار او را در زیر سایه عرش خود جای میکند. جوانای عزیز، به خدا قسم روز قیامت روزی هست که تمام ملائکه های مقرب میترسند. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل همه در لرزه این روز هستند. روز قیامت چنان روزی هست که به خدا قسم تمام پیغمبرها خوابی براحت شب ندیدند از ترس روز قیامت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید موی سر من و ریش مرا آیت هایی که در شأن قیامت آمد همگی سفید گردانیدند، همگی می ترسیدند و حق ترسیدنی هم دارد، حق ترسیدن هم دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی العرض 70 ذراعا. حتی ببین 70 ذراعا
یلجموهم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ روز قیامت آنقدر دهشت دارد، آنقدر مشکلات دارد که حتی عرق بدن تو به زیر قدم تو تا 70 گز پایان می شود. 70 گز عرق بدن تو زمین تر می سازد. حتی رسول اکرم گفتند عرق شما زمین تر می سازد، بعد تر ساختن عرق شما بالا می شود، حتی مثل که اسفل جا می زنند تا راست لبهای شما عرق بدن شما می آید. همه این از چی خاطر است؟ فقط از وهم قیامت است، از دهشت قیامت است. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. خدا میگوید روز قیامت آنچنان روزی هست که ملائکه ها صف میکشند، بنده ها صف میکشند، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. هیچ کس سخن گفتن نمیتواند، هیچ کس دهان گشاده نمیتواند تا زمانی که اگر پروردگار برای اونها حق سخن گفتن نداده باشد. هیچ کس سخن گفتن نمیتواند. انا در همین روز مدهیش، انا در همین روز خیلی مشکلات، الله سایه عرشش بالای 7 طایفه، بالای 7 گروه سایه می افکنند. جوانای عزیز و برادرای خیلی مهربان، کوشش کنید از جمله این 7 طایفه باشید. کاری کنید که از دنیا جان به حق تسلیم کنید، لیکن از زمره یکی از این گروه ها شما باشید. یکم چی گفتن؟ امام عادل، یکم امام عادل، یکم پیشوای عادل، یکم شاه عادل. اگر با خلق خود، با مردم خود اگر عدل داشته باشد، رعیت حقش پایمال نکند، غمخوار به مردم باشد، اینا میگن امام عادل، اینا میگن شاه عادل. این چی میشود؟ این از گروه آن کسانی هست که روز قیامت در زیر سایه عرش پروردگار جایگیر میشود. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که بالای منبر برآمدند، روزی که مردم و شاه اعلان کرد، بالای منبر برآمد، سخنرانیش را قید کرد. از این روز اعتبارا من خلیفه مسلمان ها هستم، من امیر المؤمنین هستم، من شاه همه شما هستم، لیکن قسم به خدا گفت حق ضعیف از قوی میگیرم، حق آدم مظلوم از ظالم البته اخذ میکنم میگیرم. بنده های خدا گفت در حق هیچ کس ظلم نکنید، قسم به خدا غمی هیچ کدام تر نمیخورم، فقط آن چیزی که خدا و حبیب او گفته است از خط کشیده اون من بیرون نمیشوم. لیکن حضرت سخنرانیش عملی گردانیدن. بیایید تماشا میکنیم به عدالت های حضرت عمر چی عدالت ها کردن. حضرت مردم مکه نزد حضرت عمر رضی الله عنه آمدن، شکایت کردند ای امیر مؤمن ها، ای امیر مؤمن ها، ابو سفیان ابن حرب یک جویبار ساخته است که اگر باران با شدت بارد آبی که وی ابو سفیان شاید که شما نشناسید، رحمتش کند، آخر در مسلمان شدن، لیکن در اول دشمنی سرسخت رسول اکرم بودند. ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان ها بسیار هستند، این از همون ابن حربش بود. کسی بودند که لشکرکشی در جنگ احد که عمک پیغمبر حضرت امیر حمزه کشته شد به سرداری ابو سفیان بود. کسی بود که در جنگ احزاب سرلشکر بودند، همیشه با پیغمبر خدا سرسختانه دشمنی می‌ورزیدند، همیشه در قصد کشتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. کسی بودند که زن او هند نام داشت، هند ابن عتبه. امیر حمزه را هم زن ابو سفیان پیش لشکر بود و خود وحشی که با نیزه امیر حمزه را زده قتل کرده بود، با مکافات ها و با همون گویم که جایزه هایی که زن ابو سفیان اعلان کرده بود
وحشی به خاطر همون مکافات ها امیر حمزه را قتل کرده بود. هم زنش دشمنی میکرد، هم خودش دشمنی میکرد، زیرا که امیر حمزه پدر هند، یعنی گویم که خسر ابو سفیان عتبه را در جنگ بدر قتل کرده بود. این گویم که قصاص به خاطر پدرش گرفته بود. لیکن تقدیر را ببینید، ابو سفیان دختری او رمله که با ام حبیبه مشهور بود، عاقبت زن پیغمبری خدا شد. ابو سفیان خسر پیغمبری خدا شد. همین ابو سفیان که مکه مکرمه را سرداری میکرد، سردار قوم بنی امیه بود. تمام مردم مکه ابو سفیان اطاعت میکردند. وقتی این شکایت به عمر آوردند، عمر یک چند نماینده ها را گرفت و بجای جویباری که ابو سفیان کنده بود آنجا حاضر شد. نگاه کرد که در اصل یک جویبار ساخته است که خانه خودش از همه آب و باران نجات می یابد، لیکن ضرر به مردم مسلمان می شود، ضرر به بنده های خدا می شود. عمر این چیز را احساس کرد، ابو سفیان حاضر کرد و ابو سفیان به نزد من دعوت کنید. وقتی آمد گفت این چی هست که تو ساخته؟ این عدالت عمر است، این چیست تو ساخته؟ گفت جویبار ساختم. گفت میدانه که این وقت باران با شدت بارد آب این سیل می شود، خانه های مسلمان ها ضرر می بیند. خم شو، گفت خم شو، این حوضی که از داخل برآوردی محکم کن، سنگ هایی که جویبار کردی با دست خودت همگیش به هر طرف حواله کن. ابو سفیان خم نشد، خود تنها جویبار را راست کرد. جویبار آنچنان ساخت که به ضرر هیچ مسلمان دیگر نبود. حضرت عمر میگوید جانب قبله گشتند و گفتند هزارها شکر به سوی تو میکنم ای پروردگار، زمانی که ابو سفیان در مکه مکرمه حکمرانی میکرد و این عمر اطاعت ابو سفیان گوش میکرد، امروز خدایا چنان موفق گردانیده که عمر ابو سفیان فرمان میدهد، ابو سفیان اطاعت عمر میکند. حضرت عمر رضی الله عنه به سوی پروردگار شکرانه را به جا آوردند. شب میگوید در کوچه های مدینه سیر میکردند. این از عدالت حضرت عمر است. حضرت بسیار توجه زیاد به خانه ها داشتند که در خانه ها چی سخن ها می رود، کدام خانه کمبود دارد، چی کمبودی ها در خانه ها وجود دارد. بسیار جستجو میکرد تا که روز قیامت مبادای پروردگار از حساب یگان بنده خدا او را در عذاب و معاقبه گرفتار نکند. وقتی آمد نزد یک دیوال، البته دیوالهای دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما و شما معلومند که بسیار عادی بودند، این گونه دیوالهای بلند نبودند. حضرت عمر از بالای دیوال نگاه کرد که بسیار یک خنده بسیار از داخل همین خانه برآمده ایستاده است. از سر دیوال پرید، وارد خانه شد. نگاه میکند یک مرد صاحب خانه همراه زن خود در پیش یک ظرف پر از شراب گذاشتن و از همون نوشیده ایستادند. حضرت عمر این حالت دیدن، این منظره را دیدن، گفتن ای بنده بدبختی خدا، آیا تو میپنداری که این عملی را که در تاریکی میکنی، این عملی که پس پرده ها انجام می‌یابد، این عملی که در تاریکی انجام می‌یابد، این خدا نمی‌بیند؟ آیا برای این طور خداوند روز قیامت جزای بد نمی‌دهد؟ این صاحب خانه گفت، عمر گفت اگر من یک گناه کرده باشم تو 3 گناه کردی. ببینید، اگر من یک گناه کرده باشم که عرق می نوشم، برای این من برای حد زدن تیار هستم،
برای توبه کردن به سوی خدا تیار هستم، لکن تو امیر مؤمن ها 3 گناه کردی. حضرت عمر وقتی از کسی که یک مقابلی سخنش چیزی را میشنید، در حال از وی سخنش را گوش میکرد. چی گناه کردم؟ گفت الله در قرآن میگوید ولا تجسسوا، جستجو نکنید، کافتکاو نکنید. برای چی آیت قرآن را بیان کردی؟ برای چی تو جستجو میکنی؟ برای چی خانه من وارد شدی؟ برای چی؟ ولی بنده های خدا امروز هم ما و شما بسیار جستجو میکنیم، بسیار مسئله ها را، بسیاری از حیات ها ما، بسیاری از بنده های خدا را هم تاریخ حیاتشون را جستجو میکنیم و رقم میزنیم. ولی امروز بعضی از ما و شما با تاریخ عزیزای خدا را چکه شده ایستاده ایم که حتی که عزیزای خدا را، دوستایی که در راه خدا خدمت کردن، تاریخ همونها را نادرست برآوردیم. تمام کردیم، همه کارا را بود کردیم، همه عبادت ها تمام شد. الله گفت در قرآن میگه سوره حجرات ولا تجسسو، جستجو نکنید، کافتکاو نکنید. حضرت عمر تو آیت قرآن را ویران کردی، برای چی جستجو میکنی؟ برای چی خانه من وارد شدی؟ حضرت عمر گوش کردن. دویم گفت پروردگار میگوید وقتی خانه یک برادری مسلمان می درآیین، با طریق دروازه درآیین، با طریق دیوار ندرآیین. برای چی از بالای دیوار من در آمدی؟ حضرت عمر گوش کردن. دویم گناه. سیوم گفتن الله در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که دعوای ایمان دارید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. این پروردگار ای کسانی که دعوای ایمان دارید، هر وقتایی که شما میخواهید که به خانه که خانه های شما نیستند، وقتی میخواهید وارد خانه شوید، تا اگر اجازت نگیرید وارد خانه یک برادر مسلمان نشوید. به اجازت وارد خانه یک برادر مسلمان نشوید. اجازت چی؟ اجازت این است السلام علیکم و رحمت الله، آیا اجازت هست من فلانی ابن فلانی هستم وارد خانه تو شوم؟ این اجازت است. یک بار میگویم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. این حدیث متفق علیه است. 3 بار اجازت خواستن است. اجازت داد وارد خانه شو، اجازت نداد پس گرد. یا اگر در خانه کسی نباشد که صدا نداد، پس گرد وارد خانه نشو. 3 بار است. خدا رحمت کند قیس ابن سعد ابن عباده را میگوید بار پیغمبر خدا وارد خانه من شدند و حبیب خدا عجیب عادت داشتند، وقتی در راست در می آمدند در راست در نمی ایستادند، یا قسم از راست در یا از قسم چپی در می ایستادند، وارد خانه را نظر نمی کردند. به زنها و به آن کسانی که در درون خانه به آنها نظر نمی کرد، فقط بلند می گفت. خانه وقتی که خانه قیس آمد، ابن سعد ابن عباده دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ای قیس من حبیب خدا محمد هستم، اجازت هست که وارد خانه تو شوم؟ معلم ببینیم. حضرت قیس میگوید من که حبیب خدا را دوست می داشتم، صداش شنیدم، آهسته گفتم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حبیب خدا جواب سلام مرا نمیشنید. دویم بار گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شد ای قیس؟ باز جواب گفتم، لیکن آهسته گفتم. به خاطر چی؟ به خاطر که پیغمبر خدا در این خانه من سلام زیاد رساند،
به خاطر گفتم که درود و رحمت پیغمبر خدا به جانب قیس و به جانب خاندان او زیاد شود. باز خاموش ایستادم. باز جواب گفتم پس سوم بار حبیب خدا باز سلام دادن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای قیس اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شود. خاموش ایستادم. جواب سلام پس گفتم. یکی نگاه کردم که پیغمبر خدا که هیچ جواب از خانه من نشنید، در حال پشت گردانیدند و رفتند. دوان از خانه بیرون برآمدم، پیش راهش گرفتم، گفتم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من 3 بار جواب سلام تو را گردانیدم، لیکن خواستم که در همین نزد دروازه من برای من اولاد من همین سلام و درود و پیغام تو زیادتر رسد. به این خاطر من جواب سلام تو را بلندتر ندادم. این حدیثی هست که ابو داود روایت کردند. مقصد از این حدیث ها معنا چیست؟ معنا این است که ماها باید همچنان طلب ایذن کنیم. امروز میلش دروازه های مستحکمند، ما میتونیم با واسطه صدا دادن، با واسطه همون صداهایی که نزد هر یک در هست، اکثری درها دارد که وقتی زیر میکنی صدا در خانه میشود، همون هم اجازت پرسیدن است، همون هم اجازت پرسیدن است. لیکن وارد خانه یک مسلمان شدن به اجازت، حبیب خدا گفتند اگر شخصی که در یک مکتوب برادرش یا در یک کتاب برادرش به اجازت نظر میکند، به اجازت نظر میکند، او همچنان است که به آتش دوزخ نظر کرده است، همچنان است که به آتش دوزخ نظر کرده است. باره راویای حدیث میگویم پیغمبر خدا در خانه نشسته بود که یک شخص از تیریزه میگوید آمد و خانه پیغمبر تماشا کرد. رسول اکرم همنشینا میگوید یک نیزه در دست داشتند، آنچنان به سرعت از خانه بیرون شدند که گمان کردن این که با این نیزه همون انسان نظارت میکردگی را میزنند. و رسول اکرم گفتند اگر گفتند هر یک شخصی که به اجازت، اگر یک شخصی که از شما اجازت ناگرفته نظر به خاندان تو میکند، برای تو حلال است که چشم او را کفانی در نزد شریعت قصاص ندارد. برادرای عزیز و گرامی، اجازت وارد شدن خانه به اذن خاندار اجازت نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایاکم و الدخول علی النساء، بر همه شما تأکید میکنم که در خانه که زن تنها باشد وارد خانه نشوید. فقال رجل من الانصار، یک مرد از اهل مدینه از جاش خیست و گفت ای حبیب خدا، درباره آن کسی که برادری شوهر است، بچه شوهر است، یعنی برادرای شوهر یا بچه برادرهای شوهر یا بچه عمک یا بچه تقایی، در حق اینا چی میگویی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از همه دیده خطر کلان اینها دارد. گفتند زیرا زن گفتند با اون مرد بیگانه که وارد خانه میشوند اون قدر گویم خطر ندارد، زیرا که زن با این مرد ناآموخت است، تا به او عادت میکند که شاید که ساعتها گذرد. لیکن با این شخصانی که نزدیکان او هست و میتواند زن که در حال نزد اونها آید، با اونها گفتگوزار کند. وقتی زن همراه یک مرد بیگانه وقتی نزدیکی شدن، عاقبتش برای همه ما شما معلوم است. این مرد به سوی حضرت عمر رضی الله عنه انا همین گفتند که تو سیوم چیز خطایی که کردی این بود که به اجازت وارد خانه من شدی. حضرت عمر اینها را گوش انداخت و گفت اگر من تو را بخشم و سیر تو را اگر در بین مردم آشکار نسازم، آیا تو مرا هم میبخشی؟ اینم از جمله چی بود؟ از جمله تواضع حضرت عمر، از جمله عدالت حضرت عمر است. این مرد نگاه بیان کردم، بله گفتن امیر مؤمن ها اگر تو مرا در بین بنده های خدا شرمنده نسازی، منم از این خطاها و گناهایی که تو کردی من هم در میگذرم. باره در کلبه خود نشسته بود، حال مردم
محاکمه میکرد، دفترها در پیشش بود می نویشت، چیزی قید میکرد. بناگاه در تق تق شد. میگوید حضرت علی رضی الله عنه وارد این خانه شدند. وقتی که وارد خانه شدند حضرت عمر گفتند میخواهی که علی گفتند برای کار خودت آمدی یا برای کار عامه مردم آمدی؟ برای کی آمدی؟ گفت برای چی این سوال را از من میکنی؟ گفت به خاطر اینکه اگر به خاطر کار مردم آمده باشی، این شمعی که در پیش دارم این مال بیت المال است، این مال مردم مسلمان است، این خاموش میکنم در تاریک، یعنی برای خاطر کار مردم باشد اینا گرفته و پیش تو میارم و صحبت میکنیم. لیکن اگر برای کار شخصی خودت آمده باشی، پس این شمع این مال مردم است، این از حق بیت المال است. من حقوق ندارم که این مال بیت المال در صحبت شخصیت ها استفاده برم، و این خاطر این خاموش میکردم و نزد شما می آمدم. اینم از عدالت های حضرت عمر است. در صحیح بخاری خواندم یک حدیث را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اگر گفتند در امتهای پیشین شخصانی بودند که به اونها الهام می آمد، اگر این گونه مرد در امت من باشد هر آینه عمر است رضی الله عنه. این در صحیح بخاری قید می شود. الهام به عمر می آید. سخن حضرت عمرم سخن خداوندی پیش از آنی که رسول اکرم نزول او را میخواند، پیش از آنی که آیات های قرآن میخواند، الله که حضرت عمر دوام او را نزد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میخواند. یعنی الهام او را من از کرامات میدانم. انشاءالله یک چند کرامات دارد. من جمعه آینده برای شما کرامات های حضرت عمر و مرگ او را خبر میدهم و بعد از این انشاءالله باز صحبت های ما و شما البته چیزی که در نقشه ها باشد همونه به گوش شما انشاءالله میرسانم. اینا که البته مهمان ها هم رسیدن و در اینجا من صحبتم را قد می سازم و انشاءالله صحبت را به مهمان های عزیز و گرامی مرحمت سلام علیکم. بیاین خوش آمدید. مهمان های عزیز و گرامی که امروز در شهر ما و شما به حیث مهمان، به حیثیت خبرگیری، به حیث یک دعا کردن در حق همه ما و شما حضور دارند. جناب مفتی هستند و جناب بابای ایشان شون سعید جانم حضور دارند. انشاءالله صحبت به برادرها تقدیم میکنم. هر چیزی که اگر خواسته باشند، چیزی که برای شما میخواهم بیان کنند، انشاءالله گوش میاندازیم و بعدا انشاءالله نماز میخوانیم. بسیار حضرت ها خوش آمدین، بسیار خوش آمدین. حضرت مرحمت اگر جناب مفتی انشاءالله بسیار عمر در این سخنرانی خود خاکساری خود بیان می سازد که من شخصی بودم که شکرانه خدا را به جا آوردم، شخصی بودم که در آفتها و مصیبتهای خداوندی صبر نورزیده بودم. این یک عادت خاکسارانه حضرت عمر بود. این تعلیم است والله که برای تمام آن کسانی که امروز آبرو دارند، برای تمام آن کسانی که منصب دارند، برای آن کسانی که امروز مال دارند، این عبرت است، این درس است که باید تو خاکسار باشی، تو باید عادی باشی، هر چی باشی باید که خودت را عاجز نشان دهی. این درس حضرت عمر برای تمام پیشواها بود. خدا رحمتش کند. بار بالای منبر برآمد، منبری که ما داریم، این منبر به خدا قسم ارزنده نیست ما بالای این سوار شویم، لیکن حضرت یک منبر خاکسارانه داشتند. بالای منبر برآمد، تمام مردم در اطراف او جمع شد. زمانی که وی خلافت در دست داشت،
باشد، زمانی که پادشاه بود، زمانی که اکثر دنیا در زیر تصرف حضرت عمر بود، زمانی که تمام دنیا از سیاست عمر می‌لرزید و می‌ترسید. بالای منبر برآمد، گفت چی گفت؟ تو همان عمر هستی که با یک مشت خرما گوسفندهای خالت میچرانیدی. پایان شد از منبر. همه حیران شدند. این چی سخن بود برای یک جمله؟ تمام این قدر انبوه مردم جمع کردند. حضرت رفت در یک گوشه مثل یک آدمی خاکسار عادی نشست. کسی دلاور نمیشد پیش عمر آید. حضرت عبدالرحمن ابن عوف از جای خیز آمد و عمر گفت مردم در تعجب افتادند، میخواهند که این جمله تو را فهمند. این سخن تو چی معنی داشت؟ تو شخصی بودی که در اول حیاتت با یک مشت خرما گوسفندهای خالت میچرانیدی. گفت عبدالرحمن آگاه باش. گفت من یک زمان با نفس خودم تنها ماندم در خانه. نفسم بر من گفت تو امیر المؤمنین هستی، تو پادشاه هستی، تمام ملک در دست توست، همه ملک از تو میترسد، تو بهترین انسان در روی زمین هستی. من بالای منبر برآمدم، این نفسم را معرفی کردم که تو کی هستی، بر نفس خودم ضربه زدم. این کار تعجب است به خدا قسم. امروز اندک علم داره دعوای عالمی میکنیم. امروز کم در یک اجدادی اگر ایشانزاده و شیخزاده داشته باشه، دعوای اجدادی و دعوای ایشانزادگی و شیخزادگی میکنیم. اینها درس هستن برای آن کسانی که امروز قدر و قیمت دارند. بار حضرت میگوید بالای منبر پایان شدن با محمد ابن مسلمه که شخصی بود که از حقیقت هیچ وقت نمی‌ترسید، اگر چند که خطر مرگ او داشته باشد. با او روبرو شد عمر با یک شخص عادی، پادشاه با یک شخص عادی روبرو میشد. میگوید محمد میگوید آیا حکمرانی من چگونه است؟ عادلانه است یا غیر عادلانه؟ محمد بها داد. اون محمد به خاطر شاه بودن عمر بها نداد. والله که وی میگوید بسیار حقیقت گو بود. وی گفت عمر گفت تو عادل هستی، اطرافتم انسانهای خوب هستند. من در تقسیمات مال نگاه کردم، تو پروای مال دنیا نداری. در تقسیمات مال نگاه کردم بسیار عدل داری. لیکن عمر گفت، محمد ابن مسلمه گفت آگاه باش، قسم به خدا گفت اگر تو کج روی مثل تیر کمان راستت میکنم. حضرت عمر وقتی این سخن از محمد ابن مسلمه شنید خرسندی فرا گرفت. شاه را که خدا را شکر که در بین من شخص وجود دارد که اگر عمر از قرآن و حدیث منحرف شود مثل تیر کمان و راست میکنن. شاد شد، خرسند شد. امروز یک شخص اگر راست من در اگر یک سخن قبیح گوید باور به تا قیامت نمیبخشمش. مثال من به خاطر چی؟ به خاطر که امروز از پس من کم انسان ها نماز میخوانند یا در پیش کم از شما من قدر و قیمت دارم، این خاطر برای خودم گویم که عزیز بشمارم و خودم را بلند بشمارم. حضرت خرسند شدند که در بین قوم شخص یا فشاری عمر کج رود عمر را راست میسازند. این سخن حضرت عمر که من بنده شکرگزار نیستم، من بنده صبر کننده نیستم، لیکن وی شکرگزارم بود، صابرم بود، فقط خاکساری خودش را حضرت بیان کردند. و این خاطر من آغاز صحبت از سخنی که بالا و قیمت حضرت عمر و این خاطر آغاز کردم که دادرای عزیز و برادرای مسلمان و خواهر و مادرای عزیز باید که ما شکر کننده باشیم. اگر شکر نکنیم الله در قرآن سوره ابراهیم دارد و این تعذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا میگوید که اگر بندگان من شما بسیار ضعیفین، بسیار ناتوان هستین، آنقدر نعمتی که برای شما دادم باز شکرانه کنین زیاد میگردانم. لیکن اگر در برابر نعمت
شفای دادگی من شکر نکنید، عذاب من بالای شما بسیار سخت می آید. شکر چیست؟ شاید بعضی سوال کنن شکر چی باشد؟ شکر حضرت جنید، شیخ جنید رحمت الله علیه میگوید وقتی که من 7 ساله بودم عمک مرا حج برد. در حج با شیخ‌های خیلی بزرگ نشستم، اطراف شکر بحث و مناظره آغاز شد. همه فکر خود بیان کردن، لیکن وقتی که از من پرسیدن ای بچه 7 ساله تو چی میگویی، شکر چی معنی دارد؟ جنید میگوید جواب گفتم که از جانب شیخ‌ها صدای الله اکبر بلند شد. این چی بود؟ این بود که کسی که در برابر نعمت‌های پروردگار دادگی گناه می‌ورزد اون ناشکر هست، او شکر خدا را به جان آورده است. برادرای عزیز و گرامی، شما انسان شکر کنید که خدا شما را انسان کرده است، شما را حیوان آفرید، شما را ایمان مخلوق دیگر نکرد. شما هزارها شکر کنید که شما را خداوند عقل داد. عقل، این عقل بسیار نعمت قیمت است، خدا به هر کس هم نمیدهد. میگوید پری طاووس عزیز است به کرگس نرسد. عقل هم چیزی عزیز است به هر کس نرسد. به هر کس هم خدا عقل نمیدهد. همین عقلی که خدا به شما داده است همین در شکر کنیم. عقلتون بها دیم که این عقل بود که شما خالقتان شناختید. امروز در برابر شما بسیار شخصیت‌های هستند خدا را نمی‌شناسند، خدا را انکار میکنند. شما شکر کنید که از اون طایفه شما نیستید. هزارها شکر کنید که خدا را شکر کنید. عقل و خدا و هدایت شما را به مسجد آورد. در برابر شما بسیار از بندگانی که پروای مسجد ندارند و حتی مسجد زمانی می‌بینند که وقتی تابوتشان نزد مسجد میارند. شما شکر گویید که شما از جمله کیا هستید؟ از جمله کسانی هستید که مسجد میآیید. شما شکر گویید که از جمله کسانی هستید که نعمت خدا را یاد میکنید و 5 وقت نمازتان میخوانید. در برابر شما بسیار از بندگانی که نمازهاشون نمیخوانند، حتی جان به جبار تسلیم میکنند، بار پیشانیش زمین ندیده است، بار سبحان ربی العظیم نگفته است. شما شکر گویید. و از همه نعمت بلند اسلام است، خدا به شما داده است. شما برای نعمت اسلام از سوی پروردگارتون شکرگزار باشید. این از نعمت هایی که اندکی من برای شما بیان کردم. حضرت میگوید که شما شکر کننده باشید. و دیگر گفت شما بندگان خدا صابر باشید، صبر کننده باشید، زیرا ان الله یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. زیرا خدا در قرآن میفرماید که کسی که در دنیا صبر کننده است الله به عدد به او ثواب میدهد، به عدد به او پاداش میدهد. بنده همان به که بلاکش بود، عود همان به که در آتش بود. بهترین بنده شاعر میگوید همان بنده هست که بلا را میکشد، مصیبت میبیند، عذاب میبیند، درد میبیند، رنج میبیند. والله که کتاب خدا میگوید من رنج و مشقت بالای بندگان عزیز و میارم تا که صبر کنند پاداش برای اونها نصیب گردانم. ما و شما به سوی خدا توفیق و هدایت طلب کنیم که الله ما را صبر کننده در همه حالتها بگرداند. حضرت ایوب رضی الله عنه وقتی شفا یافتند، تصور کنید حضرت ایوب پیغمبر 8 سال و یک روایت 18 سال پشت تخت سنگ عذاب میکشید، از جاش خیستن نمیتوانست. زن مسلمانی داشت که خدمت او را میکرد، همیشه از اطراف او دور نمیرفت. مثل امروز بعض مردهایی که از زنهای خود در حالت بیماری شکایت میکنند که از حال ما خبر نمیگیرد، پروای ما ندارد. این زن ایوب برای تمام مادرها درس است. 18 سال از اطراف شوهر دور نمی رفتن، خدمت شوهر در حالت بیماریشان میکردن. وقتی حضرت شفا یافتن از جای خود خیستن و نالان شدن، گفتن امروز یکی از روزهای خیلی پرغمترین و بدترین من به شمار برود، روز شفا یافتگی شد. گفتن چرا؟ گفت هر سحر بیمار بودم، از آسمان ندا می آمد ای بنده مریض من حال تو چگونه است؟
امروز صحت شدم، از آسمان صدا نآمد که ای بنده بی‌درد من حال تو چی بود؟ نه، از صدای آسمانی محروم شدم. میخواهم که همون بلایی که بر سر من بود همون بلا دوباره بالای من آید. دوستان خدا بلا را طلب میکردن، میدانستن که بلا به خودش پاداش داشت، بلا به خودش چی داشت؟ اجر داشت. از این خاطر حضرت عمر ما را در سخنرانی چی گفتن؟ تأکید کردن که ای بندگان خدا همیشه شکرگزار باشید و همیشه چیکار کنیم؟ با صبر باشید. بنده در این عالم دلی بیغم نباشد، اگر باشد دلی آدم نباشد. دنیا همه دل دردمند است، همه دل درد دارد، هر خاندان مصیبت دارد، هر یک انسان مشقت دارد. لیکن وقتی شما صبر میکنید خداوند همراه شما هست. حتی ما را تأکید می‌سازد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. یک کسانی که دعوای ایمان داره وقتی که بالای شما درد و عذاب آمد از خداوند کمک طلب کنید. و چی؟ به نماز و به صبر. نماز خوانید، صبر کنید، از خدا کمک طلب کنید، پروردگار همراه شما می باشد. از این خاطر از خداوند خواهان او هستم که همه ما و شما را بنده با شکر گرداند، همه ما و شما را بنده های با صبر گرداند. و صبر در مفسران قرآن میگن دو خیل می شود، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. در طاعت صابر باشید، هر زمانی که چه حالتی که رخ دهد شما از طاعت پروردگار بیراه نشوید، همیشه در طاعت پروردگارتان صابر باشید. و صبر در معصیت چیست؟ صبر در گناه این است که وقتی گناه در پیش شما خودش را جلوه داد شما صبر کنید و بر گناه نزدیک نشوید. صبر دو خیل می شود. خداوند از این دو خیل صبر این جمعیت ما را برخوردار گرداند. خدا همه خاندان این مردم مسلمان با شکر و با صبر گرداند. خدای مهربان برای ما آنقدر توفیق و هدایت، آنقدر غیرت و قوت نصیب گردانه که در برابر اینقدر نعمتی که حساب ندارد ما شکرگزار باشیم، ما اجرا کننده طاعت و عبادت تو باشیم. زیرا فردا در پیشگاه تو از جمله شخصانی در خجالت نباشیم. خداوندا محبت ذات خودت را در دل همه ما بندگانت جایگیر بگردان. خدایا حیبت و ترست را در دل ما خدایا جایگیر بگردان. خدایا محبت رسول اکرم، محبت ابوبکر، محبت عمر، محبت عثمان و علی رضی الله عنهم را در دل همه ما بندگانت خدای جایگیر بگردان. خدایا این ملک ما را باز هم آباد و زیبا بگردان. خدایا همه ناآرامی ها و همه فتنه ها و ناخوشی ها را از این دیار ما، از این ملک ما، از تمام ممالک اسلامی خدایا برداشته بگردانی. خدایا تمام آن بندگانی که برای بهبودی این دیار، این جمعیت سعی و کوشش ها دارند خدایا همگی را در حفظ امانت نگه دارید. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر رضی الله عنه چگونه که از صحبت قبلی من آگاهی دارید و جمعه گذشته من اطراف اسلام آوردن او برای شما حکایه کردم، زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کرده بود، دستشان برداشت. دعای پیغمبرها برادرای عزیز مثل تیر در نشان میرسید. دعا میکرد اللهم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین ابی جهل ابن هشام او عمر ابن الخطاب. حبیب خدا دعا کرد خدایا این دین اسلام را عزت ببخش، قوت بده با دو مرد، با این یکی از این دو مرد که به سوی تو محبوب هستند، به سوی تو شرف و قدر دارند، ابو جهل ابن هشام یا عمر ابن الخطاب.
حبیب خدا در حق این دو مرد دعا کرد خدایا با یکی از این که در پیش تو کدام این محبوب است، کدام این قدر دارد من نمیدانم، خدای با واسطه او اسلام را عزت ببخش. در نزد الله با عزت کی بوده است؟ عمر ابن الخطاب بوده است. خداوند دعای پیغمبر قبول کرد و عمر رضی الله عنه را هدایت کرد. پیشگاه پیغمبر خدا آمد، ایمان عرضه کرد و مسلمان شد. وقتی مسلمان شد، شما سخنرانی شخصی نو مسلمان گوش اندازید. مسلمان شد، گفت ای حبیب خدا این کار میبینی که در دست من جلا میدهد، من اینم مدت قبلا شاید 1 ساعت پیش یا شاید 1 چند دقیقه پیش به خاطر از غلافش کشیده بودم که با این سر مبارک تو را جدا میکنم، لیکن امروز الله مرا هدایت کرد، الله به من راهی راست نمود، الله امروز محبت تو را در دل من جای کرد. از این خاطر این کار در غلاف خود جای نمیگیرد و این کار مبارزه میبرد با سر و شکمی که دشمن تو باشد، دشمن قرآن تو باشد. این کار با اونها مبارزه میبرد. ای حبیب خدا این چهره زیبایی که در تو میبینم، از این چهره زیبا هیچ وقت دروغ بر نمی آید. تو حقیقتا پیغمبر خدا هستی. از تو خواهش میکنم آشکارا از جایت خیز، با تمام این مردمی که در خانه این برادر ارقم جمع شدن که صف اونها همگی چند بود؟ 52 نفر همراه حضرت عمر بودند. میریم خانه کعبه، برای تمام این مشرکان اعلام میکنیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خدا یک و یگانه است، محمد بنده او و فرستاده اوست. این بت‌هایی که شما پرستش میکنید اینها گمراه کننده شما هستند، اینها خدا نیستند. حضرت عمر وقتی که این پیشنهاد کرد، حبیب خدا پیشنهاد عمر را رد نکرد. از همان روز اسلام عزت یافت، از همان روز اسلام آشکارا شد. برابر حضرت عمر حضرت حمزه هم امک پیغمبر خدا هم راهنمایی میکردند. مثلا حضرت عمر اولین شخصی بود که الله که اسلام آشکار کرد، مسلمان ها را به تمام مشرکان معرفی کرد که اینها مسلمان هستند، دین اینها دینی حق است. اولین شخصی بود که امیر المؤمنین بود، اولین شخصی بود که حساب قمری هجری را جاری کردند، اولین شخصی بودند که قرآن برای جمع کردن شروع کردند، اولین شخصی بودند که قاری های قرآن مکافات میدادند برای خوش آوازشان، برای چند پاره زیاد اذیت کردنشان. اولین شخصی بودند که مجلس های سرورا را، قاضی ها و میرهای شهر جدا کرد از مردم، آنها را آزاد در پناهگاه برده مجلس میداد. اولین شخصی بود که نماینده های دین در جهاد پیش میمان، مردم از قفای اونها میمان. اولین شخصی بودند که آینه های کم بضاعت یاردن پولی میدادند. اولین شخصی بودند که گهواره پولی را جدا کردند. ببینید اولین شخصی بودند که بچه های مسلمان دعوت بر عسکری کردن، گفتن رفتن 2 سال یا 3 سال برای وطن تا خدمت میکنید. همه اینها سنت های حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودند. برادرای عزیز و برادرای خیلی گرامی، حضرت عمر در برابر این بسیار خدا ترس بودند. اونقدر از خدا میترسیدند که تمام جوارح او، تمام وجود و اعضای او از پروردگار در لرزه بودند. امروز بنده های خدا اینقدر بی پروا هستند. مثل که من یک خدا ترسی ایشان برای شما بیان کنم. حضرت میگوید بار نماز عصر بود، این روایت بچه او عبدالله ابن عمر میکند، میگوید ما نماز عصر خواندیم، لیکن حضرت عمر در نماز عصر اشتراک نورزیدند. وقتی که سبب او را پرسان کردیم و وقتی که نزد حضرت عمر رفتیم، حضرت عمر در گریه دیدیم.
و در یک غم و اندوه دیدیم. گفتیم چرا در نماز جماعت اشتراک نکردیم؟ گفت همون باغی خرمایی که داشتم وارد باغی خرما شدم و درختهای زیبای خود نظر کردم و میوه‌های او نگاه کردم، نوده‌های او را کم و راست می‌کردم. یک زمان نگاه می‌کنم که وقتی نماز عصر جماعت گذشته است. این باغ سبب شد ما نماز جماعت عصر ترک کردم و این خاطره مردم مسلمان آگاه باشه که این باغ را من به تمام مردم فقیر بخشیدم. از این روز اعتبارا این باغی که من از او زندگی من پیش رفت برای شما بخشیدم. به خاطر چی؟ به خاطر نماز جماعتی که از حضرت عمر ترک شدن. امروز بنده های خدا داد میزنن، گردن بلند میکنن، الحمدلله ما مسلمان هستیم، لکن نماز وقتی نمازی گویم تراویح انجام یابد اونها را دیگر در نماز جماعت ما دریافت نمیکنیم. حالا که نماز جماعت این تأکیدتر و لازمتر از نماز تراویح است. اگر تو نماز تراویح در خانه هم که میخواندی گناهکار نمیشدی، لیکن نماز جماعت رو در خانه خوانی تو با تحقیق گناهکار هستی. امروز بنده های خدا را از نماز جماعت محروم میبینیم. حضرت عمر به خاطر نماز جماعت شاید باقی او در همون زمان خودش 50-100 هزار تا ارزش داشت. او زندگی او از حساب باغ بود، زندگیش بخشید برای یک خاطر نماز عصر. خدا رحمت کند پیرو حضرت عمر حاتم عصم بود، خدا رحمت چون کند. میگه فاتتنی صلاة الجماعه، ببین نماز عصر بود یا شام بود از حضرت حاتم عصم ترک شد. خب میگه که فعزان ابو اسحاق البخاری، حاتم عصم میگوید رفیق داشتن در داخل مسجد، همش رفیقم بود، لیکن ابو اسحاق بخاری رو بروی من آمد و من که در نماز عصر اشتراک نداشتم چی گفت؟ انا لله و انا الیه راجعون. ببین تعزیه مردن فرزند میکنه. تعزیه این جمله برای تعزیه بیان کردن است. وقتی در خانه یک برادر ما مصیبت میآید، خانهش میسوزد، صدمه دچار میشود، خانهش چسبان میشود، اولادش هلاک میشود، ما چی میگیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا هستیم و سوی خدا بازگشت داریم. حضرت ابو اسحاق برای فوت نماز جماعت حاتم عصم همین آیت قرآن در روی حاتم عصم گفتن. حضرت حاتم عصم میگوید من این تعزیه ابو اسحاق بخاری را قبول کردم زیرا حق این جمله بود، زیرا من در این مصیبت گرفتار بودم. لیکن حضرت زمان خودش بیان کردن، چی گفتن؟ لو مات لی ولدون لعزانی اکثر 10,000. ببین لما تلی ولدون، حضرت حاتم گفتن دیگر مردم خواب بود، گفت دیگر مردم نمیپرسد که تو در کجا بودی. مثل امروزه ولی جماعت به یک طرف نماز نمیخوانیم، ارواح نماز نداریم، یک تمام نمیپرسیم که برادر عزیز نماز بخوان. تو بنده خدا اینقدر نعمت خدا داده، نماز نخوان و قتل نمیکند و حلاک نمیسازد، لیکن تو همچی یک مسئولیت بندگی و رفیقی و مؤمنیت اجرا میسازی. گوری هر کس جدا است، لیکن تلقین یک برادر مسلمان وظیفه هر کدام ما و شما ضرور است. برای چی اینقدر من بهر شما داد میزنم؟ چرا اینقدر حلقم تاق میشود؟ چرا اینقدر گویم در پیش بعضی از شخصیت ها مثال ما گویم سیاه شده؟ به خاطر چی است؟ به خاطر والله که مسئولیت است و ایران منم میتونم که و کدام از شما به نمازی میکنید، مسجد نمیآیید، در راه حرام هستید، سکوت برای خود اختیار کنم، لیکن وجدانم نمیبردارد، لیکن ایمانم نمیبردارد. والله که من به خاطر خدا برای شما میگم، دیگر هیچ غرضی ندارم. و شما هم وظیفه‌دار هستید، خواهرها وظیفه‌دارن، مادرها وظیفه‌دارن که دخترها و همسایه‌ها و دوگانه‌های خودشان دعوت به نماز کنند، دعوت به سوی خدا کنند. حضرت حاتم بود دیگران خواب بودن، هیچ کدامش برای نمیپرسد که تو چرا دیروز در نماز عصر نبودی. لیکن چی گفت؟ جمله را گوش اندازه، اگر مرا گفت فرزندم از دنیا میگذشت به خاطر که امروز قدر و قیمت دارم، و این خاطر هزارها آدم آمد و تعزیه بیان میکرد که حاتم بچه
گذشته شما از دنیا گذشته است و تعزیه مرا قبول کنید. ببین حضرت گفتن لأن مصیبت الدین اهون عند الناس من مصیبت الدنیا. برای چی که در فرزندم تعزیه بیان میکنن، غم میخورن، لیکن در نماز نخواندن در جماعتم غم نمیخورن. زیرا که گفت امروز مصیبت دین در نزد مردم از مصیبت دنیا پستر شده است. امروز گویا مصیبت دنیا از مصیبت دین دیدن بالاتر است. خدا رحمت کنه شرف الدین صاحب 4 کتاب چی میگه؟ غم دین خور که غم دین است. غم دین خور غم دین است. همه غم ها فروتر از دین است. غم دین تخور. این غم دنیا، غم بچه، غم آچه، غم آتا، غم پول، غم ماشین، غم دنیا، همه این در سطح دویم و سیوم عزت اول غم دین تخور بگوید. حضرت شرف الدین ما را نصیحت دارد. ببین غم دین خور که غم دین است. همه غم ها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است. هیچ کس در جهان نیاسوده است. این غم دنیا را نخور. پروای غم دنیا نکن که هیچ کس آسوده این دنیا را ندیده است. خدا رحمت کند داماد حضرت عثمان، داماد حضرت رسول اکرم، دو نور چشم رسول اکرم در دستش بود. این حضرت عثمان بود. چی میگفت؟ میگفت که هم الدنیا ظلمتون و هم الاخره نور فی القلب. میگفت که غم دنیا تاریکی در دل است، لیکن غم آخرت این روشنی در دل است. این سخن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است. امروز ما را غم دنیا فرا گرفته است، پروای غم دین ما نداریم. چیزی که از کلام ما شما سرزند باور که گویا که ما ندیده، گویا چشم ما نابیناست، گویا زبان ما گویا گنگ است، باور که بیان نمیسازیم. شاید حبیب خدا را خدا رحمت و مغفرت کند، حضرت کو مغفرت است، لیکن میگو که یأتی علی الناس زمان، زود است که بالای امتان من یک زمانی میاد که لا یبالی الرجل ما تلف دینه اذا سلمت دنیاه. چه جمله وحشت است، چه جمله مشکل است. ایرا به خدا قسم اگر انسان اگر از تحت دل گوش اندازد و بدتر این رود، به خدا در دنیا طاقت زندگی کردن ندارد. دیگر زمان بالای امت من میاد که به خاطر دنیاشون سلامت ماندن، به خاطر دنیاشون در راحت کردن، اگر دین از درشان رود پروایی ندارد. همین خیلی زمان گفت بالای امت می آید. آیا همین زمان آمده است؟ البته آمدگی است. امروز بعضی خواهرای ما شما تن فروشی میکنن. برای چی هست؟ دنیا سلامت ماند، صاحب 4 تنگه حرام شود، لکن چی؟ آخرتش میسوزد. آخرت سوخت، دنیا سلامت ماند. امروز بعضی از مردم ما و شما دین خودش به دین نصرانی چیکار میکنند؟ عوض میکنند به خاطر مال. آیا این سخن پیغمبر حقیقت ندارد؟ به خاطر سلامت ماندن دنیا چیکار کردن؟ دینشان فروختن. امروز بعض دیوسای ما و شما، بعض گویم که به فراست های مادرای ما و شما دخترها را برده چیکار میکنن؟ گفتی همون بچه ها ممراز ها پپراز شدن. امروز دخترها را برده سودا میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اونا پول میدهند و این دختره به عفت میکنن. این دختره گویم که از دیگر دولت ها بعد مجبور میشوند دولتدارای ما جمع کرده بعد باز به خانه هاشون میارن. به خاطر که امروز مردم ما دیوسای ما و شما مردم ها را در دوبای میفروشند. امروز مردم ما دخترها را در روسا و در ایرانی و در خیتایی و حتی با شما آینه نیلگون هم نگاه کردن میفروشند. به خاطر چی؟ به خاطر دین فروختن دنیاشون سلامت میماند و این سوم میگیرد. دنیا سلامت است لیکن آخرتش سوختگی است. هر که آخربین بود او مؤمن است، هر که آخربین بود او بیدین است. جلال الدین رومی میگه کسی برای آخرجش، کسی برای شکمش اگر دینش میفروشد راهی نادرست میرود او بیدین است. لیکن کسی که آخرت نگاه میکند وی دیندار است. و اسرائیل پیغمبر خدا حقیقت ندارد؟ البته حقیقت دارد. این حقیقت است برادرای عزیز و گرامی. امروز گویا بعضی از خواهرای ما و شما
زنا را آشکارا کردن، لباساشون عوض کردن. به خاطر چی هست؟ به خاطر دنیا را سلامت میمانند، آخرتشون از دست داده ایستادند. دادرای عزیز و گرامی، دنیا نه آنقدر چیزی هست که ما با او تکیه سازیم. من به این سخنها فکر نکنید که مهر دنیا و محبت دنیا را در دل شما کشتنی هستند. نه، شما دنیاتان را آباد کنید، شما زندگی کنید، صاحب خانه شوید، صاحب کارخانه شوید، تاجیکستان باز از این دیده زیبا کنید. لیکن به خاطر دنیا دین تان نفروشید، به خاطر دنیاتان شده آخرت از دست ندهید. تو را دنیا همه گوید شب و روز. خدا رحمت کنه حضرت سعدی را گوش اندازید. تو را دنیا همه گوید شب و روز، که حال از صحبتم پرهیز. دنیا شما را فریاد میزند، گوش ها ما نمیشنود. میگوید ای بنده خدا دنبال مرا سر ده، این خیل تو بر این جوانم میلیون هاش زیر خاک کردم، دنبال من نگرد. برای من شده از دین و از دیانت و پشت نگردان، که هم از صحبتم بگریز. ما را میگوید بگریز از صحبت من، بگریز. مده خود را فریب از رنگ و بویم، بسیار رنگ خوب دارم، بسیار بوی خوب دارم، بسیار شیرین هستم. به خاطر بو و رنگ و زیبایی شما شیفته من نشوید، شما عاشق من نشوید. مده خود را فریب از رنگ و بویم، که هست این خنده من گریه آمیز. اینجا دا میخندانم، اینجا دا قهقه میزنی، اینجا دا راحت میکنی، لیکن فردا گریانت میکنم، فردا داد میگوی، دیگر پس این خنده ندارد، دیگر گریت ابدی میماند. دوستای خدا ما را نصیحت میکنن که به خاطر دنیا شده شما دین تان نفروشید. عمر خیام رضی الله عنه خدا رحمت و مغفرتش کنه، در سخنرانیش میگه که پند بخند اگر به من داری گوش. عمر خیام خدا رحمت جان کنه، داری بعض می فروش ها و می نوش ها عمر خیام سردفتر خود جان قرار دادن. نمیدانن که تو گناهکار میشه. تو عمر خیام با زبانی این گویه که می آلود خود میرانی قسم به خدا گناهکار در پیش خدا هستی. او اولیای خدا بود، او دوست خدا بود، او می که وی گفته بود او عشق بود، وی لذت الهی بود. این می نبود که ما را به عقل سازد، این می نبود که ما را از معرکه بیرون کند. شب گذشته اگر دامله ها را در تلویزیون گوش کرده باشه، درباره گرایی و درباره عرق نوشی گپ زدن که مقصد آدم به عقل میکند، آدم به عزت میکند، آدم به پول میکند، آدم به فراست میکند، قدر و قیمتش از پیش زن و کودکش میبردارد. انا همون عمر خیام می گفتگیش پیش که الهی بود. میگفت پند بخند اگر به من داری گوش رو میکنی، اگر فرزند من باشی، اگر تو حقانی بنده خدا باشی، و سوی من توجه کن. میگوید گوش تو، میگوید چی میگوید به تو؟ پند دهمت اگر به من داری گوش، از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. از بحر خدا ما شما بعضی وقت سخنرانی داریم، از برای خدا همین کار نکن. و همین خیال گفت از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. جامعه تصویر چی هست؟ جامعه فریب، جامعه نیرنگ، جامعه گویم که هیله، جامعه بدبختی، جامعه فساد، جامعه تصویر است. از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. ببین دنیا همه ساعت و عمر تو دمه، از بحر دمه عمر عبد را مفروش. حضرت میگه دنیا همش یک ساعت است، لیکن عمر تو یک دقیقه است. برای همین یک دقیقه ساعت بفروشی، تو برای همین یک دقیقه عرق نوشی را بس نمیکنی، برای همین یک دقیقه حیات از عبادت خدا سرکشی میکنی و فردا پیش خدا میره و فردا با پروردگار روبرو میشه، چی جواب میگویی؟ برای یک لحظه شده خواهر عزیز چادر حیات اثر رو میپردازد. برای یک ساعت شده امروز تو بروک و کرته بچگانه میفروشی، از خدا نمیترسی، پیشگاه خدا در نمیره. حضرت میگوید برای یک دم ساعت نفروشید، ساعت نفروشید، دنیای ابدی را نفروشید. ببین دنیای بقا را نفروشید. دنیا تان دادرای عزیز خانه تعلیم گیرید، رفتن دانشکده های عالی بخوانید، همه شرایط برایتان مهیا کنید، لیکن
خدا و آخرتان فراموش نکنید، از خدا و آخرتان دور نباشید. برادرای عزیز که بسیار به خدا قسم شما پای میدهید، مخلوق میشوید. میگوید شاید که هر که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت از برای جای تشویش است و بین. دنیا اگر راه مستقیم در نرفتی، قیامت برای تو بسیار جای تشویش است، گل برای تو بسیار جای تشویش است. دوستان خدا، من میتوانم که صدها رباعیه ها و صدها این گونه شعرها را برای شما در این وقت خوانم، لیکن فکر میکنم که انشاءالله برای آدمی عاقل و بافهم البته همون یک نقطه بس است اگر شعور است، ورنه چون چراغ پیش کور است. برای آدمی بافهم همون یک نقطهش بس است، برای آدمی بافهم همون یک اشارهش بس است. حضرت عمر قصه ما در نماز جماعت بود. حضرت چیکار کردن؟ به خاطر نماز جماعت حضرت باغ شانت در راه خدا تسلیم کردن، باغ دادن که سرمایه زندگیش بود، از او گذشتن. لیکن چیکار کردن؟ دنیاشون آخرتشون سلامت گذاشتن. حضرت عمر دیگر خدا ترسی بود چی بود؟ بار دیگر رسول اکرم خبر آمد که ای حبیب خدا، به خانه ماریه کبتیه برو که ابراهیم فرزند در حالت جان دادن است. آخران فرزند رسول اکرم ابراهیم بود، از ماریه کبتیه بود. رسول اکرم به شنیدن این سخن خیلی ناراحت شد. عمر ابراهیم از 6 ماه بالا نبود، کودک بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید دوان به خانه ماریه کبتیه آمدند. دخل نبی صلی الله علیه و سلم علی ابن ابراهیم و هو یجود بنفسه. جان میداد. پرنده عجل در بالای سر حضرت ابراهیم فرزند رسول اکرم پرواز میکرد. این زمان یا زمان دیگر جان ابراهیم میگرفت. عبدالرحمن ابن عوف میگوید فجعلت عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم تذرفان. وقتی که ابراهیم بچه‌ش دید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت جان کندن مثل باران میگوید از چشمهای حضرت آب دیده ریختن گرفت. آنقدر غم فرا گرفت او را. لیکن چی میگفت؟ میگو ابراهیم میگفت میدانم که پیک اجل به سراغ تو آمده است. روزی که اجل در آید از پیش و پست، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست. یاری نرسد در آدم از هیچ کست، برباد شود جمله و هوای حوست. همون مرد به سراغ تو آمده است. لیکن من پیغمبر هستم، به خدا قسم از دستم چیزی نمی آید که برای تو یک عمر دوباره را زم بگردانم، جمع بگردانم. از دست من چیزی نمی آید. لیکن حبیب خدا فقط آبی چشمش میریخت. عبدالرحمن چی بود؟ یا و انت یا رسول الله. عبدالرحمن فریاد زد ابن عوف حبیب خدا، تو ما را از گریه کردن من میکردیم، میبینم اینقدر گریه داری. رسول اکرم به سوی عبدالرحمن گشت و گفت انها رحمتون ثم اتبع الاخرى. حضرت میگوید گفت که عبدالرحمن گفت خدا رحمتت کنه، اینهایی که از چشم من میریزد اینها گفت رحمت هستند. باز گریه را حضرت دوام دادن، باز گریهشون را دوام دادن. لیکن چی گفتن؟ گفتن این العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان لفراقك يا ابراهیم لمحزونون. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن بله، گفتن چشم آب میریزد، دل غم میخورد، لیکن آن چیزی که بر زبان میرانم آن چیزی هست که از این سخنهای من پروردگارم راضی هست. و این گریه که من دارم این به خاطر جدایی از فرزند آخران خود ابراهیم می باشد. این گریه من به خاطر این است. گفت من در زبان خود نه آن چیزی را میرانم که پروردگارم غضب کند. مثل که امروز معرکه های ما را مادران خواهران با گریه و با نغمه و با غزلخوانی و با این قناعت نکردن با نوحگری آرا و تارا بدهند. اینا با خدا جنگ میکنند.
اجرا میکنند برای شما خبردار میسازند. حبیب خدا میگوید ان المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه، کسی که در قبر گذاشته می شود بالای او اگر سخنهای داد و واویلا گفته شده باشد یقینا به خاطر این سخنها خدا را عذابش میکند. شما میخواهید که در عذاب خدا رو برو شوید و گریه و برای شما گریه کنند، لکن جمله های نادرست به زبان نگوید. تو رفتی ما را به کی ماندی؟ تو رفتی ما چیکار میکنیم؟ توی پاها تا دراز کردی، تو زیر خانه ما بودی، آخر دیگر ما چیکار با کی تکیه کنیم؟ این جمله ها کفرن برادرای عزیز و گرامی. این پیغمبرها گذاشتن فرزندای ما چیکار کردن؟ این قدر دوستای خدا گذاشتن اونا 40 حیات بسر بردن. خالق الله هست، رازق الله هست، همش الله هست. حبیب خدا میگوید عذابتان میدهد خدا در قبر اگر نصیحت وصیت نکنید که بچم بالای من این خیال داد و واویلا نکنید. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک میگفت که لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیه. ببین از ما نیست که پیغمبر خدا کیها؟ آن کسانی که چهره هاشون میکنند، کرته هاشون میدرانند و داد میگویند مثل دورهای جاهلیت. اینا از امت من نیستند، اینا از شفاعت من محروم هستند. مادرای عزیز، من برای شما یک وعید سخت، خواهرای عزیز بسیارتر اینها این عملهای نادرست سر میزنند. حبیب خدا میگوید روز قیامت زنی که در دنیا النائحة اذا لم تتوب، ببین اگر زنی نوحگری که در دنیا توبه نکرده از دنیا گذرد، تقام یوم القیامت علیها سربال من قطران. حبیب خدا میگوید روز قیامت خداوند این گونه زنه یک لباسی سیاه میپوشاند که تیز علا میقبد، مثل امروز سینتتیکایی که اگر اطراف نزدیک علا میروید در میگیرد، انا همون خیلی لباس میپوشاند و درع من جرب و یک لباس سربی میپوشاند و با همین لباس این گونه زنها را خدا روز قیامت عذاب میدهد. از این خاطر ما باید مرد باشد زن باشد با این عمل اگر چنگ میزند پیشگاه خدا در فردا البته عاصی و گناهکار هستند. ما راضی هستیم در حکم خداوند، خواه پدرمان، خواه مادرمان، خواه برادرمان، خواه یار و رفیقمان، هر کسی را که میگیرد حکم خودش است، دنیای خودش است، ملک خودش است، اختیار خودش است. چی جای ناراضگی از جانب من می شود؟ وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جان دادن فرزندش که نظارت کرد بسیار غمگین شد. بعد که جان به حق تسلیم کرد ابراهیم و زیر آزار مشرکای عرب قرار گرفت که پیغمبر ابتر شد، خرسند شدند ابراهیم از دنیا گذشته است. و چی خاطر؟ ابتر چیست؟ دنبریده. پیغمبر خدا دنبریده شد. دنبریده معنای را دارد که از پس پیغمبر دیگر نسل زمان همش مردن، پیغمبر خدا تنها ماندگی هست. مشرکان همین قدر گویم که حالت یافتن پیغمبر خدا را زیر آزار قرار دادن. خداوند که حبیبش دوست داشت، خداوند که غمی حبیبش هیچ وقت نمیخواست، در حال آیت را سوره مبارکه را روان کرد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ای حبیب من غمگین نشو، بگذار فرزندم از دنیا گذشت، اولاد همش گذشتن باشد، غمگین نباش، با این اذیت مشرکات طاقت کن، صبر کن. انا اعطیناک الکوثر، من که پروردگار تو هستم در عوض این ابراهیم برای تو حوض کوثر دادم. حوض کوثر دادم در جنت برای تو نصیب گردانیدم، برای امتای تو بخشیدم. اینقدر آب لذیذ دارد، اینقدر آب شیرین دارد، از او امتان تو استفاده میبرند. این شانئک هو الابتر. یقین دان که اونها دنبریده، مشرکات دنبریده هستند که زمان از دنیا میگذرند، نام اونها کره می شود، نام اونها دیگر یاد نمی شود. لیکن پیغمبری خدا تا وقت دنیا هست نام تو بلند برداشته می شود، عزت تو روز بلند می شود. تو هیچ وقت دنبریده نیستی. ابراهیم برداشت
حبیب خدا آورد در قبر گذاشت. دهن لحد محکم ناکرده چی گفت؟ ابراهیم گفت برای تو میرسانم این که منکر و نکیر پیش تو می آیند و از تو می پرسند خدای تو کیست؟ بگو پروردگار من الله است. وقتی پرسم پیغمبرت کیست؟ بگو پیغمبرم بنده خدا و پدر من است. وقتی اگر پرسم که دین تو چیست؟ بگو که دین من اسلام است. حضرت این سخن به ابراهیم فرزندش گفت و در لحد محکم کردن. یک زمان خاک به پرتافت و حضرت غمگین بود، نگاه میکند در پشت حضرت عمر مثل کودک گریه دارد، با شدت گریه دارد. گفت عمر، گفت چرا گریه میکنی؟ سبب گریه در چیست؟ گفت ای حبیب خدا، گفت این طفلی که هنوز به سین بلاغت نرسیده است، این طفلی که با این دستهای مبارک در قبر گذاشته شد، این طفلی که با او تلقین کننده این جمله ها ذات شما بود، وقتی وی مورد حساب منکر و نکیر قرار گرفت حال عمر چگونه باشد؟ این خدا ترسی حضرت عمر بود. عمری که یک قسم حیات در جهالت گذرانیده است، یک عمری که کم جنایت و کم خطایی در راه خدا کرده است. اگر منکر و نکیر این عمر راد کنند و پرسند عمر در پیشگاه خدا چی جواب میگوید؟ این زمان گفتگوی عمر و حبیب خدا بود که الله برای خوشنودی مؤمنها آیت را از سوره مبارکه ابراهیم فرستاد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. حبیب خدا تمام مؤمنها را بشارت ده، کدام آنها با خدا ایمان دارند، اسلام دارند، حکم خدا را اجرا میکنند، آنها را من در قبر و روز قیامت از عذاب خودم نجات میبخشم. آنها هیچ وقت در عذاب و در سوال منکر و نکیر هیچ وقت گویم که عاجز نمیمانند. آنها البته سربلندانه از این سوال منکر و نکیر، از این عذاب قبر نجات میابند. این صحنه هایی بودن که از ترس حضرت عمر رضی الله عنه بود. حضرت یک خصلت خوبش همین بود، شبها میگشت، کوچه ها را میگشت، میترسید که فردا پیش خدا رو اگر خدا پرسد در حق خلقت رعیتت آیا عدل انصاف کردی، من چی جواب میگویم؟ بار میگوید آمد نزد دیدن تیریزه‌ای که یک زن بالای یک جایگاه دو نفره پرداخته است، لکن خودش تنها خواب است و بالای بسترش چی میگوید؟ میگوید کاش که شوهرم در پهلو میشد و با او در این جایگاه خوابم بازی میکردم، کاش که شوهرم در پهلو میشد و از بوی او و از خود او مرد من استفاده میکردم. چیکار کنم که امروز جایگاه من خالی است؟ چیکار کنم که امروز شوهر من در جهاد است، درک و پیوی نیست؟ به خدا قسم، این زن گفته ایسادت، به خدا قسم از خدا میترسم و الا در این بستر خود آتش میزدم. مقصد از خدا میترسم و الا مردهای بی انصاف پر است، میآوردم امشب با شب گذرانی میکردم. لیکن به خاطر خدا، به خاطر حکم خدا این جایگاه خواب تا آمدن شوهر خودم حلال و پاکیزه نگه میدارم. امروز زنهای بعد از مردم ما و شما شوهرهاشون رسیه رفتن، شکایت ها در خدچه ها میان که با همسایه ها ساز گرفتن و بعض جوانهای بی توفیق و گویم بعض جوانهای بی انصافه که بیچاره شوهر خود در مدت کار است با این زن بی انصاف و خیانتکار ساز گرفتن تا آمدن شوهر با او یک جای استراحت میکنن. این زن میگوید از خدا میترسم والله که در این جاگه آتش میزدم. حضرت عمر این سخنها را شنید، ناراحت شدن، سرور بودن، شاه بودن. آمد نزد دخترش حفصه زن پیغمبر خدا. چی گفت؟ گفت حفصه گو یک سوال دارم از تو، همین زن به شوهر چند ماه طاقت کرده میتواند؟ حفصه شرم کردن، اونا اقدام میکشیدن، شرم میکردن، مثل امروز زنهای حاضره به حیا نبودن، شرم کرد. جواب نگفت. دویم با پرسید بسیار مهم است، جواب گفت یک ماه، گفت 2 ماه، گفت 3 ماه.
4 ماه گفت حد آخرش گفت. حد آخر از 4 ماه زیاد دید و گفت زن طاقت ندارد که به شوهر در جایگاه خواب کنه. حضرت عمر در آن حکم برآورد در کدام جبهه‌ای که مجاهدین می جنگند مدت جنگ فقط 4 ماه. 4 ماه بعد آمده از زنهاتون خبر گیرید. حکم حضرت عمر صادر کرد. به خاطر چی؟ به خاطر ترس خدا داشت که تا که از حکم او این زنها با بیراکت نشوند. و آخر دعوانا